همین الان هم میتونی تشخیص بدی که چقدر سبک شدن. مطمئن باش که این فلافل خیلی فرق میکنن. میرزمشون توی غذاساز یا چرخ گوشت. یه دونه پیاز درشت هم دارم که اضافه میکنم. خیلی مهمه که یه ساقه پیازچه بهش اضافه کنی. همینطور یک مشت جعفری و یه مشت گشنیز. 5-6 حب سیر دارم که میتونی کمتر یا بیشتر هم اضافه کنی. همه رو با هم خوب میکس میکنم توی غذا سازم. درشو میانه کار باز میکنم و اطرافشو تمیز میکنم. میخوام همه چی با هم مخلوط بشه. دوباره 1 دقیقه میکسشون میکنم و به این بافت باید برسه. نه خیلی له بشه نه خیلی درشت باشه. میرزمش توی کاسه و میریم که ادویه‌شو درست کنیم. ادویه‌اش خیلی هیجان انگیزه. توی تابه پودر تخم گشنیز یا تخم گشنیز میریزم. تفت دادن ادویه ها باعث میشه که یه بو و عطر خیلی قوی تر ازشون بگیریم که توی فلافلمون واقعا خودنمایی میکنن. حالا نوبت زیره سبزه. 3 قاشق چایخوری. ادویه فلافل خیلی زیاد نیست. این کاری هم که اضافه کردم آپشناله. اگر داشتی اضافه کن، عطر بهتری میگیری. اگر هم نداشتی بیخیالش شو. همون تخم گشنیز و زیره کافیه. بعد از حدود 2 دقیقه بو دادنشون عالیه. میریزمش توی یه هاون سنگی. میخوام پودرشون کنم. من بعضی‌ها رو دیدم همینطوری هم اضافه میکنم به فلافل. ولی خب اگر بره زیر دندون زیاد خوب نیست. به نظرم یه مقدار پودرشون کنیم بهتره. در نهایت فکر کنم شد 3-4 قاشق چایخوری ادویه. یه فن خیلی خوبم داره فلافل. همین پودر انبه است. پودر انبه تازه. 2 قاشق چایخوری اضافه کنین بهش و همینطور 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر. من دیدم بعضیا جوش شیرین میزنن که به نظرم خوب نیست. نمک هم اضافه میکنم. 3 قاشق چایخوری. 1-2 دقیقه وقت بذار و کامل با هم مخلوطشون کن. عالی شد. عطرش هم همین الان خونه رو گرفته. روش تلفن میکشم میذارمش تو محیط بیرون. بریم سراغ سس شماره 1. ماست نیاز داریم 2 قاشق غذاخوری و همون اندازه مایونز کمچر. 2 قاشق چایخوری شوید خشک. این سس خیلی بی‌نظیره. همینطور فلفل سیاه، نمک صورتی. برای اینکه طعم بهتری بده خیار سبز. میتونی خیارشور هم استفاده کنی ولی خیلی نمکی میشه. و یه حب سیر درشت که کاملا ریزش میکنم و ساتوری. در نهایت یه کوچولو آب لیمو و سس شماره 1 تموم آماده است. میتونی طعمش رو همین الان تست کنی. اگر نمک یا فلفلش یا هر چی که کمه اضافه کنی. ولی به نظرم عالی شد. برای سس شماره 2 نیاز داریم به ارده و نمک و لیمو، سیر و آب ولرم و یه مشت گشنیز تازه. این سس ارده رو دیدم لبنانی‌ها خیلی زیاد درست میکنن و در کنار فلافل یه تجربه خوشمزه است. اینجوری هم درست میشه که اول ارده رو اضافه میکنیم و لیمو، نمک و گشنیز و سیر و یه مقدار آب ولرم. توی مخلوط کن یا با همین گوشت‌کوبای برقی شروع میکنیم به هم زدنش و کم کم هم آب ولرم اضافه میکنیم که بافتش رقیق‌تر بشه. در پایان هم یه قاشق غذاخوری ماست و یه قاشق مایونز میزنم که حسابی خوشمزه‌اش میکنه. بعد از حدود 2 دقیقه سس سبزمونم آماده است. وعده داده بودم براتون درستش کنم و تو این ویدیو درستش کردم. برای قالب زدن فلافل میتونیم از 2 تا ابزار استفاده کنیم. یکی این قالب زناست که قالب فلافل بهش میگن. پلاستیکیاش دونه 5 تومنه. فکر میکنم فلزیاش دونه 15 تومن 20 تومنه. اینم هست که بزرگترشه و به نظرم برای کتلت و این شامی کبابا اینا بهتره. ولی برای همبرگر برای فلافل همین سایز بهتره که فنری هم هست. یعنی موقعی که میخواد بندازینش تو روغن میاد بالا. برای سرخ کردن فلافلا سعی میکنم از قابلمه کوچیک و گود استفاده کنم مثل شیرجوش که فلافلا توی روغن شناور باشه. روش قالب زدن فلافل اینجوریه که از قاشق استفاده میکنم و فشار میدم فلافلا توی قالب تا متراکم باشه. در نهایت روش یه حفره میزنم و اینجوری خیلی راحت‌تر از قالب در میاد.
همیشه یک کاسه آب بذار کنار دستت و قالبو بذار داخلش تا فلافل راحت‌تر بیفته توی روغن. روغنم میذارم رو حرارت خیلی کم بعد از اینکه داغ شد و آروم و آهسته میپزم فلافلامو. همین که جای یه دونه فلافل خالی شد دوباره یه دونه قالب میزنم اضافه میکنم. این کار باعث میشه که دمای روغن همیشه توی سطح مشخصی بمونه و فلافلامون نسوزه. عالیه. روش قالب زدن با دست اگر از اون قالبا نداری این شکلیه که با استفاده از قاشق کف دستت یه قاشق از خمیر فلافل رو میریزی و فشار میدی تا متراکم بشه. فرم بده بهش دیگه هر طوری که میتونی. در نهایت فن انگشت پاندای کنفوکا و مرتبش میکنم و میره توی روغن. نتیجهش هم بهتون نشون میدم. این شکلی میشه. خیلی هم عالی. بریم که ساندویچ رو درست کنیم با نون پیتایی که خودم درست کردم. این نون رو اگه میخواین یاد بگیرین حتما توی کامنت ها فقط برام بنویسین نون. همین میریم سراغش. ساندویچمو درست میکنم با سس سبز و کاهو، گوجه و خیار. تو خوزستان که بودیم فقط گوجه خیار بود. آخریا خیارشور مد شد. در نهایت 4 دونه از فلافلای تردمون و این سس تزازیکی که درست کردیم و خودش واقعا یه حکایت جداست. طعم فلافل رو 100 برابر بهتر میکنه. در نهایت ساندویچش میکنم و واقعا جاتون سبز. امیدوارم که درستش کنین و کنار خانواده‌تون حسابی لذت ببرین از این فلافل و مطمئن باشین که متفاوت ترین فلافلی میشه که تا به حال امتحان کردیم. عطر خود فلافل و 2 تا سس کنارش واقعا ملکه است. یکی از یکی بهتر.